روزنامه سیاسی و اجتماعی آزیا پلوس 15 سالگی چاپ نخستین شماره‌اش را تجلیل کرد. این یکی از نشریه‌های پیشقدم تاجیکستان است که تحولات اخیر کشور را با خبر و گزارش‌ها و مقاله‌های تحلیلی و تنقیدی به زبان روسی پوشش می‌دهد. حالا این نشریه 2 بار در هفته با تعداد 15,000 عدد در حجم 16 و 40 صحیفه نشر می‌شود. در طول 15 سال فعالیتش این نشریه را نه یک بار برای چاپ مطالب تنقیدی بعضی مقامداران به دادگاه کشاندند. و در یک صحبت از سردبیر نشریه زیبا تاجیبایو پرسیدیم که چطور به این نشریه دست می‌دهد که تمام این مدت در بازار مطبوعات پیشتاز باشد. سبب این که ما در بازار خیلی پررقابتی مطبوعاتی تاجیکستان در این 15 سال اخیر توانستیم یکی از موقعهای اول را حفظ کنیم این است که ما همیشه تلاش کردیم با خواننده خود صمیمی باشیم و تنها حقیقت را بگوییم. خواننده این رو احساس میکند و میداند که شما برایش گپی راست را میگویید یا نه. در اصل این سری موفقیت همه رسانه ها است. زیبایا کدام چالش‌های هستند که با نظرداشت واقعیت‌های جمعیتی و سیاسی تاجیکستان کار ژورنالیستی شما را دچار مشکل میکنند؟ به فکر من کاری ما از کار دیگر ژورنالیستان در تاجیکستان دشوارتر نیست. یعنی مسئله دسترسی به معلومات، بحث‌های دادگاهی، فشارهای انفرادی به ژورنالیستان یا سردبیران از شمول این مشکلات هستند. چون که هیچ یک مقامدار نمیخواهد که درباره وی مقاله تنقیدی چاپ شود. ولی ما همیشه کوشش میکنیم که به این همه مشکلات مقاومت کنیم. به فکر ما را تا حال نتوانستند شکست دهند. Но мы стараемся держать планку. تشکر. زیبا تاجیبایو سردبیر نشریه آزیا پلوس به سوال‌های رادیوی آزادی پاسخ داد.